السلام علیکم بیننده های محترم عزیز یوتیوب چینل صافی. سلام و عرض احترام ادب برای شما دوستای عزیز و گرامی عرض می داریم. دوستا بیاین که یک پیام به شما عزیزان شریک بسازیم، به خاطر این که ما در جامعه سنتی اسلامی زندگی می کنیم و در این جامعه قرار داریم. برای ما شما لازم است وقتی کدام مشکل در جامعه در میان می آید، باید ما شما خود از جانب خود سعی و کوشش کرده و مشکلات را حل و فصل کنیم. با که اگر ما به این مشکلات با وقت زمان رسیدگی نکنیم، امکانش هست که به مرور وقت و زمان مشکلات دوچند شود و از برای که این مشکل ما حل شود ناگزیر که مشکلات بسیار دشوارتر و مشکلتر خواهد شد. دوستا اگر زیده خواهرانمان در تعلیم جامعه علوم از طرف مقامات اجازه ندارن که تعلیم کنن، برای ما شما در فامیل ها می توانیم انسان های سواددار داریم، تعلیم یافته هستند، لیسانس هستند، ماستر هستند، استادها هستند. بیاین در خانه ها و فامیل های خودمان این فرصت را فراهم کرده و به خواهران بزرگ و کوچک ما تعلیم عصری و دینی را فراهم کرده و اونها را به این شکل از نعمت که بزرگترین نعمت تعلیم است از آن بهره مند شود. دوستا ما در صفحات یوتیوب و فیسبوک به شکل مکرر این پیغام را نشر کردیم و شما دوستان هم خواهان همکاری هستیم در این زمان و در این عرصه با ما همکاری کنید و این پیام را به دیگر دوستا هم فرستاده تا از این کار و اقدام اونا هم خبر شوند. تشکر. یک جهان. خداوند یار و مددگارتان. خداحافظ.